استاد بعد از نماز عصر یگان نماز خونه ممکن است وقت جایش میدونیم مثلا وقتی افطار کنه اونجا فرق اول وقت است تو شما ما داریم برای صحبت 1 ساعت داریم یک مسئله یک استاد اشنا وقتیش استاد امید سگوش کردیم فکر که در دیگه مسئله ممکن است رخمون هم خینسته همین خیلی دقت نکنید در مذهب ما هم من است، در مذهب مالک هم من است، در مذهب امام احمد هم من است، در مذهب بخاری هم من است. یعنی که یک امام شافعی همراهی بعضی از پیروان دیگر مذهب ها گفتند که بعد عصر هم بعد بامداد نمازهای ذات و سبب دار، یعنی مطلقی نافله نیو، مثلا مسجد در آمده تحیات مسجد همین خیلی نمازها ممکن است گفتن، یا سجده شکر یا دو رکعت نماز شکرانه. فرض کنیم یک خبری خوش آمد، خبری بی نهایت خوش، پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر خبر خوش بیاد در حال یا سجده میکردن یا 2 رکعت نماز شکرانه میخوندن. همین گونه اگر یگان مصیبت و وزنینی بیادم فزع الی الصلاه، شتاب میکردن به سوی نماز. یعنی در 2 حالت، هم خرسندی هم مصیبت و بلا، به نماز شتاب میکردن. یعنی بعد نماز عصر یک خبری خوش آمد، برای خبری خوش سجده کردن کار، سجده نماز شکرانه کردن کار، یعنی امام شافعی میگن اجازت است. لیکن جمهور علما، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد ممکن نمیگن مطلق نماز. حتی حضرت عمر میزدن آن آدمایی که در وقت من نماز میخوام. ببینید حضرت عمر خلفای راشدین هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله امر کردند که بعد من به این خلفای راشدین پیروی کنید. اگر در یک مسئله صحابه خلاف کنن، یکی از خلفای راشدین در جانب یک قول باشد، ما جانبی همون کسی را میگیریم که خلفای راشدین در همون طرف است. حضرت عمر آدمی که بعد نماز عصر یا بعد نماز بامداد تکبیر افته دستاش میبست، دستاش میزدن که نماز تا ویران کنه. خودشون باره طواف کردن و 2 رکعت نماز طواف نخوانده رفتن. او کودای زمزم رفتن که آفتاب غروب کرد که بعد خواندن. بعد غروب آفتاب 2 رکعت نماز طواف بعد خواندن. یعنی بعد عصر مطلقا سخت می‌ایستادن نماز نخوانیدن. چون اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم امرشون و نهیشون به هم دیگر ضد بیاد، نهیشون پیش گرفته میشد، منعشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر مسجد درایتون 2 رکعت نماز خواندن امر است، لیکن بعد عصر و بعد بامداد نماز نخوانیدن گفت اینش منع است. امر و نهی، امر و منع اگر ما تعارض بیاد، ما منع پیش بمیگیم. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، اگر من شما به یک کار امر کنم به قدر استطاعت کنیتون، و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، لیکن یک کار من کنم باز استید، یعنی به قدر امکان باز استید، نه باز استید. فرمان تیم به قدر امکان اجرا کنتم. الله تعالی هم میگه که فاتقوا الله ما استطعتم، از الله تعالی ترسید به قدر امکانیت. لیکن مسئله گناه هم به قدر امکان ترک کنید نگفته است. وقتی که منع شریعت آمد باز میستید. بنابراین بهترش قول صحیح بعد عصر اگر واردی مسجد شدید، بعد بامداد شدید، نماز تحیات مسجد نمیخوانید، میشینید.